أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 275 می باشد و در کتاب مسلم 605 می باشد. ابو هریره نامشان عبدالرحمن ابن صخر بود. اگرچند که دیر ایمان آوردند، اما از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث را بسیار روایت کردند. اهل صفه بودند، یکی از فقیرانی صحابگان بودند که در مسجد می نشستند، با شکمی گرسنه نیم گرسنه علم می آموختند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند که این با برکت دعای پیامبر ابو هریره هر حدیث حفظ می کردند فراموش نمی شد. برای همین 5374 حدیث روایت کردند. ابو هریره در این حدیث میگویند که اقیمت الصلاة و عدلت الصفوف صفوف قیاما. میگویند که ابو هریره وقتی که نماز برپا شد و همه صحابگان وقتی که صف کشیدند، فخرج الینا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد ما از حجرهشان بیرون آمدند. فلما قام فی مصلاه، وقتی که به محراب مسجد ایستادند، از پسشان صحابگان بود. ذکر انه جنوب، سپس به یادشان آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم جنوب هستند. سپس پیامبر به ما گفتند که میگویند ابو هریره فقال لنا مکانکم، شمایان جایهای خودتان را ایستید، در جایهایتان ایستید. ثم رجع فاغتسل، سپس به خانهشان حجرهشان رفتند و غسل کردند و سپس بیرون آمدند و در حالی که از موی سرشان آبی غسل میریخت. فکبر فصلینا معه، سپس پیامبر تکبیر گفتند و نماز را دوام دادند. در این حدیث دلیل است که نسیان طبیعی پیامبرها را شامل است، اما نسیانی که گویا که پیامبر در تبلیغ شریعت یگان چیزی را فراموش کرده اند، این به پیامبرها جایز نه. پیامبر تمام دین را، تمام فرمان الله را بر ما رساندند، اما نسیان بشریت که نسیان می شود، این تمامی پیامبرها را شامل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل ما، خود پیامبر میگن که من مثل شما بشر هستم، چه خیلی که شما فراموش میکنید در فراموشی انسانیت، من فراموش میکنم. مثل شما من علم و چه خیلی که درد و علم میبینید، من چنان میشوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل ما بشر هستند و فرق بین ما و بین پیامبر این است که به پیامبر وحی نازل میشد. جبرئیل قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. در این حدیث دلیل است که باید شخصی که جنوب هست وقتی که نماز خواند از روی فراموشی باید از نو بخواند. نمازش درست نیست. وقتی که انسان جنوب نمیتواند نماز بخواند الا وقتهایی که خود عمرو ابن عاص وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به لشکرها به جنگ فرستادند، همان شب بسیار سرد بود، عمرو ابن عاص جنوب شده بودند. سپس به جای غسل تیمم کردند و طهارت گذاشتند و نماز خواندند. در حالتهایی که ضرورت هست، خوف بیماری شدید می شود، در این وقت جایز است که انسان به جای غسل تیمم بکند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.